خورشید هستم. خوش اومدین به کانال من. بچه‌ها، من بنا به یک سری دلایل اسم پیج و اسم کانال رو تغییر دادم، به خاطر اینکه وقتی میخواستم تو ادیت روی ویدیو یوتیوب آیدی پیج اینستاگرام رو بذارم خیلی طولانی میشد و خیلی ریز در میومد. از اولش هم من سعی داشتم اینو تغییر بدم و یکم کوتاه‌ترش کنم، اما اینستاگرام قبول نمی‌کرد. اما الان که پیجمون 100,000 نفری شده، خب من خیلی راحت‌تر این کارو کردم و آیدی از خورشید ساندویچ تغییر کرد و شد خورشید وچ. پس خورشید وچ هستم. خوش اومدین به کانال من. امشب طبق روال همیشه پارت جدید داستان‌های ترسناکتون رو براتون آماده کردم و بیشتر از این معطلتون نکنم. بریم سراغ داستاناتون. داستان اول نوشته بذار منم خاطره ترسناکمو برات تعریف کنم. نزدیک 1 هفته پیش بود که پدر و مادرم رفته بودن مهمونی. منم تو خونه تنها مونده بودم. ساعت تقریبا دور و بر 9 شب بود. نشسته بودم که یهو پنجره خونمون شروع کرد به لرزیدن. با خودم فکر کردم حتما باده. گوشیمو برداشتم و خواستم برم تو اتاق که یه لحظه چشمم خورد به آینه. وقتی چشمم خورد به آینه متوجه شدم که تو همون یک نگاه و همون یه لحظه که رد شدم، کسی که تو آینه میدیدم خودم نیستم. یک موجود سیاه قد بلند که چهرهشم اصلا مشخص نبود تو آینه به جای من بود. خشکم زده بود، خیلی ترسیده بودم. همینطور پاهام داشت میلرزید و نمیتونستم حتی جیغ بزنم که یهو اون موجود توی آینه به جلو خم شد. وقتی به جلو خم شد تونستم یه حاله‌ای از صورتش ببینم و انگار حس می‌کردم، با اینکه دقیق نمی‌دیدم اما حس می‌کردم که داره یه لبخند خیلی بزرگ میزنه، جوری که نصف صورتش حس می‌کردم لبخند داره. وقتی تصمیم گرفتم فرار کنم همون لحظه برقا رفت و بلافاصله بعد چند ثانیه برقا دوباره اومد. وقتی دوباره به آینه نگاه کردم دیگه هیچی تو آینه نبود. حتی خودم هم دیده نمی‌شدم تو آینه. انقدر که ترسیده بودم و حالم بد بود دیگه اصلا خودم رو تو آینه نمی‌دیدم. وقتی به پنجره ها نگاه کردم بلافاصله بعد سمت پنجره ها رو نگاه کردم و وقتی به پنجره نگاه کردم باز دوباره دیدم یه سایه یک مرد خیلی قد بلند که انگار نشسته دارم می‌بینم تو شیشه، اما بازم واضح نبود. خیلی ترسیده بودم، انگار لال شده بودم، حتی نمی‌تونستم حرف بزنم. انعکاس اون مرد تو شیشه داشت برام دست تکون میداد. اون روز از خونه فرار کردم همون موقع و دیگه هیچ وقت نتونستم تو خونه تنها بمونم. داستان بعدی. یه روز ظهر که خوابیده بودم، خواب بودم. وقتی از خواب بیدار شدم دیدم همه اعضای خونه رفتن بیرون و آخرین نفر بابام بود. دختر خاله هامم 2 تاشون رفته بودن کلاساشون جدا جدا بود. من از خواب بیدار شدم و شروع کردم تو گوشیمو چک کردن و سرم به گوشی گرم بود که یهو دیدم زنگ در خونه رو میزنن. منم فکر کردم خب تایم کلاس یکی از دختر خاله ها تموم شده و اونه که داره زنگ میزنه. در واقع اون ساعت تایم کلاسش تموم نمیشد، اما خب فکر کردم مثلا حالا شاید کلاسش زودتر تموم شده. وقتی اومدم از توی آیفون نگاه کنم و در رو باز کنم دیدم که یه ست باشگاه جدید تنشه که قبلا تنش ندیده بودم. آیفون رو برداشتم و خواستم سر به سرش بذارم. گفتم کیه؟ گفت منم. صدای خودش بود. منم در رو باز کردم. بعدش رفتم تو اتاق. بعد چند دقیقه دیدم نیومد، پیداش نشد. هی صداش کردم و دیدم خبری نیست، هیچکس جواب نمیده. در خونه‌ام بسته است و هیچکس اصلا نیومده تو خونه. در ضمن خونه ما ویلاییه. خلاصه با وجود اینکه ترسیده بودم اصلا به روی خودم نیاوردم، اما بعد که بهش گفتم، وقتی که اومد خونه و این جریان رو براش تعریف کردم و بهش گفتم، گفت که نه، من رفته بودم دنبال اون یکی دختر خاله و من ست باشگاهم این شکلیه. بهم نشون داد ست باشگاهشو. خلاصه کلی ترسیده بودیم و خدا رو شکر دیگه از این اتفاقا برام نیافتاد. این قضیه رو هم به همه گفتیم اما هیچکس حرفمون رو باور نمی‌کرد. به خاطر همین به بابام گفتم آیفون رو چک کنه که عکسایی که آیفون گرفته رو بتونیم ببینیم. وقتی عکس‌ها رو با هم دیدیم متوجه شدیم که عکس‌ها تو آیفون هستن اما هیچ شخصی تو عکس‌ها وجود نداره. امیدوارم که شما و فالوورها این داستان رو باور کنید. این داستانی که تعریف کردم کاملا واقعیه. داستان بعدی.
خواستم داستانم رو تعریف کنم. داستان من کاملا واقعیه. وقتی که بچه بودم پدرم یه سفر کاری براش پیش اومد. فقط من و مامانم تنها موندیم تو خونه. البته با برادرم. یه شب من تو اتاق مامانم خوابیده بودم که حس کردم یه چیزی پامو فشار داد. از خواب پریدم و شروع کردم گریه کردن. مامانم گفت چته؟ گفتم پام درد میکنه، انگار یکی پامو فشار میده. دردش انقدر شدید بود که گریم بند نمیومد. به خاطر همین مادرم به عموم زنگ زد و بهش گفت دخترم پاش درد میکنه، آروم نمیشه و بیا که ببریمش دکتر. وقتی رفتیم دکتر پای منو چک کرد و گفت هیچی نیست. بعد رو کرد به مامانم و گفت شاید به خاطر اینکه مثلا میخواد جلب توجه بکنه الکی میگه که پام درد میکنه. به خاطر همینم عموم منو دعوا کرد. بهم گفت چرا دروغ میگی و دروغ گفتن کار درستی نیست. اون روز گذشت. دوباره فرداش وقتی که خواب بودم با یه شکم درد خیلی شدیدی با گریه از خواب بیدار شدم. مادرم دوباره بیدار شد و به این قضیه شک کرد که شاید من دارم دروغ میگم. منو برد حموم که مثلا حالا با آب گرم بدنمو ماساژ بده و وقتی لباسامو در آورد متوجه شد که یه لکه‌های آبی کبود مانند رو بدنم هست. به خاطر همین نمیدونم چی متوجه شده بود که شروع کرد بدنمو با سرکه شستن. ولی بهم گفت که تو یهو جیغ زدی و شروع کردی به گریه کردن. مامانم تعریف میکنه زمانی که شروع کرده با سرکه بدن منو شستن یهو جیغ کشیدم و شروع کردم به گریه کردن و میگفتم بسه و با یه صدای عجیبی که شبیه صدای من نبوده میگفتم که ما از بدنش خارج نمیشیم. وقتی این ماجرا رو همون موقع برام تعریف کرد گفتم من اصلا همچین چیزی یادم نمیاد و من همچین حرفایی نزدم. مامانم گفت اشکال نداره، خوب میشه، چیزی نیست. دیگه از گریه های من مامانم خسته شده بود. دوباره فردای همون شب خوابیدم. تو خواب یه رویای خیلی عجیبی دیدم. تو خواب می‌دیدم یه دختری روی صندلی چرخدار یا همون ویلچر نشسته، چهرش پیدا نیست، کامل سیاهه و فقط چشماش و دهنشو می‌دیدم که چشماش خیلی قرمز بود. همش به من میگفت میکشمت. از خواب پریدم و وقتی بیدار شدم متوجه شدم که یه سایه‌ای با همون حالت که تو خواب دیده بودم جلومه. اما دیگه چشماش قرمز نبود. این بار چشماش سفید بود. وقتی که جیغ زدم یهو غیبش زد. مادرم هم بدون اینکه چیزی به من بگه، به خاطر اینکه من با جیغ و گریه دوباره از خواب بیدار شده بودم، زنگ میزنه به پدرم و میگه نمیدونم این دختر چشه، باید برگردی خونه تا یه فکری به حالش بکنیم. مامانم دیگه ترسیده بود به خاطر شرایط من. پدرم هم جایی رفته بود سفر که فاصلش از ما دور بود، ولی هر جوری بود خودش رو رسوند. منو بردن دکتر، اما دکتر بازم گفت هیچی نیست. و مادرم جریان دکتر قبلی که با عموم رفته بودیم و برای پدرم تعریف کرد که به اصطلاح دکتر گفته بوده شاید داره برای جلب توجه ادا در میاره. پدرم از این موضوع ناراحت شد و به من گفت که چرا سعی میکنی به من و مامان دروغ بگی. من همینطوری که گریه میکردم بهش میگفتم من دروغ نمیگم، اگر دروغ بگم پس چرا بدنم اینقدر درد میکنه، چرا بدنم جای کبودی داره. اما خب حرفای من خیلی فایده نداشت، به خاطر اینکه پدر من کلاً اعتقادی به این مسائل نداشت. در نهایت به اصرار مامانم رفتیم پیش یه دعانویس. منو بردن پیش اون دعانویس. دعانویس بهمون گفت که یکی از اعضای خانواده شما دختر بچه‌تون رو طلسم کرده، اونم طلسم مرگ. با کلی اصرار که به دعانویس کردیم بهمون گفت که کی این کارو کرده. گفته بود که یکی از عمه‌هام این کارو کرده یا مادر بزرگم. ما وقتی این جریان رو فهمیدیم هیچی به اونا نگفتیم، یعنی به مادر بزرگش و عمه‌هاش. ولی من بعد از 7 ماه با کمک اون دعانویس حالم بهتر شد. چند روز بیشتر از خوب شدنم نگذشته بود که دوباره یه رویا دیدم. تو این خواب عمه بزرگم لباس مادرم رو پوشیده بود و هی به من تو خواب میگفت من مامانتم. منم یه گوشه اتاق نشسته بودم. یه جوری بود که انگار خودم رو داشتم میدیدم که یه گوشه اتاق نشسته بودم و حالم خوب نبود، گریه میکردم. عمم با همون لباس مادرم که تنش بود همینجوری آروم آروم به من نزدیک میشد و بهم میگفت میخوام بهت یه دارو بدم. اما بلا فاصله تو دلش داشت با خودش حرف میزد و من تو عالم خواب میشنیدم که اون تو دلش تو ذهنش چی داره میگه. تو دلش گفت گرچه این سمه و دارو نیست. منم همینطوری گریه میکردم و یهو خانواده‌ام وارد اتاق شدن که من این صحنه رو هم توی خواب دیدم هم با همون حالت بیدار شدم. یعنی وقتی بیدار شدم زمانی بود که خانواده‌ام وارد اتاقم شدن، چون از صدای گریه من بیدار شده بودن. این جریان خواب دومی رو فقط برای مادرم تعریف کردم و به پدرم نگفتم، چون پدرم هنوز که هنوزه معتقده که این مسائل وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه خواهر و مادر من این کارو نمی‌کنن. خب
در نهایت خوشحالم که از بند یه همچین طلسم سنگینی راحت شدی، چون بچه‌ها طلسمای مرگ طلسمای سنگینی هن. حتی اگه نکشتت تا لب مرز مرگ میبرتتون و اینقدر اذیت میشیم که اصلا از زندگی سیر میشیم کلا. داستان بعدی، این داستان ترسناک منه. یه روز من داداش کوچیکمو بردم پارک سر کوچه‌مون. اون روز داداشم تو پارک با یه دختری که از اول که ما رسیدیم روی تاپ نشسته بود دوست شده بود و کلی با هم بازی کردن، اما دختره خیلی حالتش عجیب بود. من خیلی اهمیت ندادم به این موضوع، اما متوجه شدم. همینطوری نشسته بودم رو نیمکت و سرم تو گوشی بود تا داداشم بازی کنه و بریم خونه. وقتی رفتیم خونه پدر مادرم خونه نبودن و ما تنها بودیم. خسته بودیم و تصمیم گرفتیم بخوابیم، هم من هم داداشم. همه چی عادی بود تا اینکه دیدم داداشم داره با یکی صحبت میکنه تو خواب. خیلی تعجب کردم چون کسی تو اتاقش نبود، کسی پیشش نبود. بیدارش کردم و ازش پرسیدم داری با کی حرف میزنی؟ گفت با دوستم. گفتم دوستت کیه؟ گفت همون دختره که تو پارک دیدیمش و من باهاش دوست شدم. خیلی ترسیدم، از ترس نمیتونستم بدنمو تکون بدم. فردای اون روز وقتی از خواب بیدار شدم دیدم موهام کوتاه شده، از یه جایی کات شده. این کوتاهی مو زمانی بود که من موهام کاملا بلند بود، تا وسط کمرم مو داشتم. حتی نوشته اگه به ویدیوهای داخل پیجم نگاه کنی میبینی که از یه جایی به بعد موهای بلندمو ندارم. متاسفانه هیچکس خونه نبود که من بهش بگم چه اتفاقی افتاده. داداشمون دیشب مثلا تو خواب اینجوری صحبت میکرده و بعد گفته با دختره حرف میزنم و حالا هم موهای من کوتاه شده، یه نفر موهای منو قیچی کرده. به خاطر همین تلفن زدم به پدر و مادرم که ببینم کجان. اونا هم گفتن که اومدیم خونه مادر بزرگت. وقتی برگشتن خونه سوال کردم که کجا رفته بودین. مادر بزرگم در جواب بهم گفت رفته بودیم مراسم خاکسپاری دختر بچه همسایه‌تون. یه لحظه جا خوردم، انگار حس کردم که یه چیزی عجیبه. به مادر بزرگم گفتم عکسشو نداری ببینم؟ مادر بزرگم گفت چرا؟ و عکسشو وقتی بهم نشون داد ترسم چندین و چند برابر شد، چون دختری که توی عکس بود دقیقاً همون دختری بود که من و داداشم توی پارک دیده بودیمش و حتی داداشم باهاش بازی کرده بود. یه مدت بعد ما از اون خونه رفتیم یه خونه دیگه و الان اون خونه‌ای که ما قبلا توش زندگی می‌کردیم و این اتفاقات توش افتاده بود تبدیل شده به یه خونه متروکه. اینم بگم که ما توی یکی از روستاهای سی سخت زندگی می‌کنیم. داستان بعدی نوشته سلام، این داستان ترسناک منه. من عادت داشتم همیشه فیلم‌های ترسناک می‌دیدم. اینجوری برام عادت شده بود و برام عادی شده بود. یه شب خواهر بزرگترم داشت تلویزیون می‌دید و من خوابم میومد. تصمیم گرفتم در اتاقمو ببندم و بخوابم. اما همینجوری که دراز کشیده بودم سر جام احساس کردم یکی پایین تختمه. سنگینی نگاه یه نفر از سمت پایین تختم احساس می‌کردم. تا چشمامو باز کردم و پایین تختو نگاه کردم انگار زبونم دیگه کار نمی‌کرد. دیدم یه خانومی با موهای بلند سیاه که پریشون تو صورتش ایستاده، لباس سفیدی هم تنشه و همینطوری به من زل زده. هرچی سعی می‌کردم یه صدایی از خودم در بیارم که بقیه بیرون متوجه بشن اصلا نمی‌شد. یا نمیدونم که من موفق می‌شدم و کسی صدامو نمی‌شنید. خب در اتاق رو هم که قبلش بسته بودم. یکم که سرمو چرخوندم متوجه شدم که یکی عین همونی که جلوی تختم ایستاده بود الان بالای کمدم نشسته. به حدی ترسیده بودم که نمیتونستم حتی از زیر پتون بیام بیرون. تو همون حالت خوابم برد. فرداش رفتم این جریان رو برای مامانم تعریف کردم. دیدم که مامانم صورتش یه حالیه، انگار هم ترسیده هم شوکه شده وقتی من داشتم این حرفا رو براش میگفتم. مامانم با یه صدای لرزونی در جواب حرفای من گفت من دیشب دیدمت که تو حال ایستادی و انگار با یک نفری که روی مبل نشسته صحبت میکردی. اون لحظه وقتی صدات کردم و تو رو برگردوندی چشمات کاملا سفید شده بود و اینجا بود که ما متوجه شدیم من یه مشکلی دارم. به خاطر همین با یک نفر هماهنگ کردیم، اومد خونمون، برای من یه سری دعا خوند و خدا رو شکر دیگه اینجوری نشدم. این داستان واقعی بود. لطفاً بذار تو پیجت.